قطعاً تو فرهنگ ما رایج شده که وقتی یه زنی میمیره همه میگن که همسرش تا چهلمش میره یه زن دیگه میگیره و اکثریت مردها وقتی همسرشون رو از دست میدن طاقت تنهایی رو ندارن و میرن دنبال یه زن دیگه. ولی معمولاً بیشتر زنا بعد از دست دادن همسرشون زندگی عادی خودشونو در فراق همسرشون سپری میکنن، بچه هاشونو بزرگ میکنن و سر سامونشون میدن و خودشون از پس همه مشکلات به تنهایی برمیان. البته خب استثناهایی هم هستش که همه یه جور نیستن. پروین خانم که فوت کرد همه گفتن 40 نشده حسین آقا میره و یه زن دیگه میگیره. 3 ماه گذشت و حسین آقا به جای این که بره یه زن دیگه بگیره هر پنجشنبه میرفت سر خاک. ماه 4 خواهرش آسین زد بالا که داداشم تنهاست و خواهر برادرها سرگرم زندگی خودشونن. خیلی وقت نمی کنن که از اون با خبر بشن و بهش برسن. زهرا خانم رو توی یه مهمونی نشون حسین آقا داد. حسین آقا ناراحت شد. همه گفتن یکی دیگه باید بیاد جای خالی پروین خانم رو پر کنه. اصلا چرا باید بقیه عمرش رو تنها باشه؟ حسین آقا داد زد و گفت جای خالی زنم و هیچ زن دیگه ای نمیتونه پر کنه. توی اتاقش رفت و در رو به روی همه کوبید. همه گفتن یه مدتی تنها باشه مجبور میشه جای خالی زنشو پر کنه. مرد زن میخواد. ولی حسین آقا هر پنجشنبه میرفت سر خاک. سال زنش هم گذشت و حسین آقا زن نگرفت. همه گفتن تنهایی به حسین آقا فشار میاره، امسال دیگه زن میگیره. ولی سال دوم و سال سوم هم گذشت، حسین آقا زن نگرفت. خلاصه هر وقت یکی پیشنهاد میداد حسین آقا زن بگیره، حسین آقا میگفت اون موقع که بچه ها احتیاج داشتن این کارو نکردم، حالا دیگه از آب و گل در اومدن. حرفی از احتیاج خودش نمیزد. دخترها رو شوهر داد و به پسراش هم زن گرفت. اما وعده پنجشنبه ها سر جاش بود. همه گفتن دیگه کسی تو خونه نمونده، بچه هم که رفتن، وقتش امسال جای خالی پروین خانم رو پر کنه. ولی حالا دیگه حسین آقا سمک لازم شده بود. دیگه گوشاش حرفای همه رو نمیشنید و واکنشی نشون نمیداد. چند روز پیش حسین آقا مرد. وسایلشو جمع میکردن. چشمشون افتاد به کتابی با خطی قدیمی. دختر حسین آقا گفت خط باباست. اول صفحه نوشته شده بود هر چیزی که مال تو باشه خوبه، حتی اگه جای خالی تو باشه. آخه جای خالی توی دل مثل سوراخ توی دیوار نیست که با یه مشت کاهگل پر بشه. 1000 نفرم بیان و برن، اون دل دیگه هیچ وقت دل نمیشه.